24 تا چیز که تا 24 سالگی یاد گرفتم. Let's go. هلو، من نازلیم. به ویدیو دیگه با من خوش اومدین. توی این ویدیو قراره میکاپ کنیم و 24 تا چیز که من تا 24 سالگی یاد گرفتم. بچه چند روز پیش تولد 24 سالگی من بود. Yes, I'm 24 now. Bitch. میدونم که باورش سخته، باورش بر خودم هم سخته، ولی خب it is what it is. اتفاق میافته دیگه، آدم 24 سالش میشه. تصمیم گرفتم 24 تا چیز که تا 24 سالگی یاد گرفتم و لیست کنم، بیام باهاتون شیر کنم. اولین چیز، یکی از مهمترین چیزایی که یاد گرفتم اینه که هیچ کس اونطوری که میشناسیش و میشناختیش نمیمونه. همه عوض میشن، همه. یعنی هیچکی با اون حالتی که تو اولش شناختیش باش آشنا شدی یا اینا نمیمونه. حتی خود تو، همه عوض میشن. این ذات انسانه. دومین چیز بچه، یکی از چیزایی که واقعا من یاد گرفتم تو زندگی و به هم ثابت شده اینه که مجبورم اشتباه کنم. یعنی چی؟ یعنی آدمیم، هممون اشتباه میکنیم. در هر صورت تو یه جاهایی اشتباه میکنی و این اصلا مهم نیست. چرا مهم نیست؟ چون مهم نیست که مثلا وقتی یه کاری میکنم و بهم میگن داری اشتباه میکنی، امکان داره اشتباه کنی فلان، نه میگم it's okay، اشتباه کنم یاد میگیرم. میدونی تا اشتباه نکنی یاد نمیگیری. از اشتباه کردن نترس. من دیگه از اشتباه کردن نمیترسم کلا، چون که اشتباهی که تو زندگی انجام میدیم بزرگترین درس‌ها رو به آدم یاد میدن واقعا. پس بزرگترین درس‌ها رو از اشتباهامون میگیریم. از اشتباه کردن نترس. 3 میریم سراغ 3. بچه این نمیدونم حالا شما چقدر داستانای انرژی و جذب و قانون جذب این داستانا رو باور دارین. حالا نه منظورم این کتابای زرد فلان نیست. ولی خب یه چیزی به اسم جذب تو دنیا وجود داره بچه ها. یعنی قانون جذب دیگه، این علم و فیزیکا و ثابت شده است. ولی من اینو یاد گرفتم که همون قدری که انرژی مثبت میفرستم و همش به چیزای خوب فکر میکنم و نمیدونم اینطوری تصور میکنم که چیزی که میخوام اتفاق افتاده و میفته و اینا، آره اوکی اینطوری فکر میکنم، ولی در مقابلش میام این فکرم میکنم که اگه نشد چی. یعنی اینجوری که اوکی تو اون چیز مثبت رو جذب میکنی، باور داری، انرژی خوب میفرستی، ولی همیشه باید پلن بی داشته باشی و آمادگی اینو داشته باشی که اگه وقت نشد چی کار کنی. آقا هر کسی، تاکید میکنم هر کسی به جز خانوادت میتونه بره از زندگی، حتی شوهرت. یعنی من اینو قبول کردم که آدما میان که برن، واقعا همینه که هست. اینا چه دوست داشته باشی تو، چه دوست نداشته باشی، خوشت بیاد یا نیاد، این قانون طبیعته. الان خب تو زندگی هممون هستن کسایی که دوستای صمیمیمون، کسایی که خیلی باشون صمیمیم، ولی خب همه میتونن یه روز برن. اگه این اتفاق افتاد تعجبی نکن. یعنی من همیشه آمادگی اینو دارم که آدم ها برن. اینو قبول کردم دیگه. 5 بچه من مدلم، شخصیتم کلا اینطوریه که مثلا آدمایی که اولین بار منو میبینن همیشه اینطوریه که مثلا چقدر سردی، چه خودتو میگیری، یا چقدر مثلا کسایی که نمیشناسنم واقعا همش اینطوریه که چون معمولا هم راست میگن، نه که رفتار بد و یکس و فلان داشته باشم، منظورم این نیست، ولی این گارد و مردی که مثلا تو شما دارین شما رو واقعا حفظ میکنن از این سری آسیبا، خطرها، صمیمیت های بیجا. آدم هایی که به خودشون اجازه میدن هر مدل رفتاری رو باتون داشته باشن، جلو خیلی از این چیزا رو میگیره. و همین من این مدلی هم، یعنی
یه دیواری هست اولش همینه، زود گرم و صمیمی نمیشم با آدما. یه دیوار، یه حد و مرز دارم که من از خیلی از رفتارهای بد آدمو حفظ میکنم. این خیلی چیز خوبیه. مثلا اینطوریه که خیلی سردی، خشنی، مغروری یا مثلا فلانی، هر چقدر من بیرون اینطوری باشم و با آدمایی که من نسبت به آدمایی که من نمیشناسم اینطوری باشم، درونن سعی میکنم که اینطوری نباشه. یعنی اون تواضع، اون chill baby relax، آروم باش، آروم بگید و دقیقه اینطوریه رو داشته باشم تو خودم. 6 از چیزهای دیگه که یاد گرفتم و خیلی مهمه اینه که مجبور نیستم توی هر زمینه استعداد داشته باشم و خوب باشم توش. یعنی آدما مجبور نیستن تو همه چی پرفکت باشن. مثلا ممکنه من توی یه زمینه استعداد نداشته باشم اصلا، نه به خودم ناراحت کنم. قرار نیست تو همه چی خوب باشی. هر کسی توی سری چیزا خوبه. من دیگه اینو یاد گرفتم، فهمیدم به خودم که یاد گرفتن این باعث بشه که کمتر خودم اذیت کنم. 7 بچه‌ها، همه مشکلا، آدما و اتفاقایی که تو زندگیتون میافتن، گره‌هایی هستن، حل شدنی نیستن. بعضی گره‌ها باز نمیشن، باید همینطوری ولشون کنی. میدونی؟ باید رها کردن رو یاد بگیری. دیگه من مثلا یه سری چیزا رو خیلی زیاد فیلیک نمیدم روش که حتما باید حلش کنم، ولش میکنم. It's easier. واقعا اینطوری خیلی آسون تره، سالم ترم هست. باید قبول کنی که بعضی چیزا حل شدنی نیستن عزیز من. 8 چیزی که توی این 24 سال فهمیدم اینه که خیلی خوشگلم. همینه، درس 8 اینه. خیلی خوشگلم، واقعا خیلی خوشگلم. نه، وقتی یکی یه کار بدی در حقم انجام میده، ناراحتم میکنه، دلم میشکونه، خیانت میکنه، نارو میزنه، هر چیز دیگه، هر عمل منفی که نسبت به من انجام میده، این مشکل اونه. یعنی این مشکل اونه که این بدیه رو در حق من انجام داده، به من ربطی نداره. کار بد اونه، کار بد من نیست. 10 هم یا جورایی برعکس اینه. اگه من به یکی بدی کنم یا یه کاری کنم در حقش، حتما حقش بوده. لیاقتش غیر این نبوده حتما که اون رفتار رو کردم. نه همینطوری هیچ وقت نمیام تفریحی یه کار باید در حق کسی بکنم. در کارم سعی میکنم نکنم، ولی دیگه اگه مجبورم کرد بود حالا من یه کاری کردم، تقصیر خودشه. مشکل من نیست، اینم مشکلم. ولی حالا دیگه این کار که من کردم اینم گردن منه. خب خودش خواسته، اونش بکنش. 11 حس شیشمم. بچه من حس شیشمم تیمایی هم هستم، اینم بی‌تجربه. حس شیشمم خیلی راست میگه بهم، یعنی خیلی بهش اعتماد دارم. کلا احساسات درونیم هیچ وقت به هم دروغ نگفتن تا حالا. اگه حس کنم که، یعنی فرق نمیکنه که این حسم در مورد یه مکان باشه، یه انسان باشه، یه اتفاق باشه یا هر چیزی، دور سر میاد، آخر سر به حرف من میرسید. این همینه که هست و همین واقعا یاد گرفتم که اعتماد کنم بهش. 12 من بچه‌ها معتقدم که وقتی یه چیزی رو شیر میکنی اون بیشتر میشه. حالا این هر چیزی میتونه باشه، ولی بیشتر راجع به چیزای مثبت منظورمه. حالا اون انرژی مثبت یا مثلا کمک، کارهای خیر یا میدونی دیگه دسته گیر گرفتن، اینجور کارا. به نظرم یه سری چیزا رو یه دلیلی داشته که خدا آورد داده به من دیگه و کلا وقتی چیزایی که داری رو شیر میکنی
مخصوصا وقتی با کسی شیر میکنی که واقعا بهش نیاز داره، اون چیز چند برابر میشه. یعنی تو یه دونه خوبی کنی چند برابرش رو خدا بهت برمیگردونه یه جوری، یه جایی، تو یه جایی از زندگی واقعا تاثیر اینو میتونی ببینی. پس تا میتونی خوبی کن. بخری یه روزی یه جایی برمیگرده بهت، تاثیرش رو میبینی. 13 دیگه من اینو کامل یاد گرفتم که پیش کسی که به هم حس بدی میده یه ثانیه هم نمونم. یعنی 1 ثانیه هم وقتم رو تلف نمی کنم واسه موندن کنار شخصی که حالا دوست، پارتنر، رفیق، هر کسی میتونه باشه، هر کسی که به هم حس بد بده، حس ناکافی بودن بده، نمیدونم مثلا مسخره کنه، تیکه بندازه، هر چی دیگه، مثلا شوخی های بیمزده، شوخی بود، هر چیزی که به هم حس بدی بده رو ترک میکنم. 14 هیچ چیزی نیست که فراموش نشه. واقعا هیچ چیزی تو این دنیا نیست که فراموش نشه. آدم رو فراموش کنن، همه اتفاقا فراموش میشن، هر چیزی که پیش اومده باشه، چه خوب چه بد، در آخر اون چیز فراموش میشه، خیلی هم زودتر چیز که فکرشو بکنی. 15 من کلاً خیلی آدم اینجوریم که خیلی تون میرم، خیلی عجله دارم واسه همه چی، واسه زندگی کردن، و این چه تو یه رابطه باشه، چه تو وقت گذروندن با دوستان باشه، دوستی و همه چی رو خیلی عجله و خیلی سریع، خیلی زود مصرف میکنم. خیلی مثلا وقتی که دوست دارم همش دلم میخواد 24 با اون باشن، این کار کنیم اون کار کنیم، اینجا بریم اونجا بریم، اینطوری فلان، خیلی چیزای اینطوری. من فهمیدم که این خیلی اشتباهه، باید یکم آرومتر پیش برم تو همه مسائل. ایزی بی ریلکس. 19 من اینو کاملا یاد گرفتم که تنها رقیب من خودمم، و من واقعا اینطوریم که بچه فقط خودم رو رقیب میبینم، هیچ کس دیگه ای رو نه. تنها رقیب من دیروزه. تموم شد. 17 هیچ وقت واسه هیچ کاری دیر نیست. هیچ وقت واسه شروع کردن دیر نیست. ماهی رو هر موقع از آب بگیری نه شوخی کردم. تو هر هدفی داری، تو هر سنی داری، میتونی شروع کنی. مطمئن باش اگه امروز شروع کنی خیلی بهتر از فردا شروع کردنه، چون فردا میگی کاش دیروز شروع میکردم. 18 تنها مومنتی که تو زندگی ساکت میزن بکنم همین مومنته. حسادت همیشه شما رو عقب میکشه. یعنی تو، منظورم حسودی بد، جلسی این مدلی نیست، مثلا اینکه قسم خوری جای یکی باشی یا هر چی دیگه. حسادت تو رو فقط عقب‌تر میکشه، حتی از چیزی که هستی، حتی از جایگاهی که بودی، حتی مثلا اینجا باشی حسادت اینجا رو میکنی میای اینجا. 19 تنها کسی که میتونه منو تسلی بده و آرومم کنه توی هر اتفاقی خودمه. بچه من فقط خودم زبون خودم رو میفهمم. یعنی اینکه مثلا بدی اتفاق بدی وقتی ناراحتم، وقتی فلانه، اوکی 100% خوشحال میشم که مثلا دوستام، خانواده‌ام، کسایی که دوستشون دارم مثلا با هم حرف میزنن، سعی میکنن دلداریم بدن، سعی میکنن مثلا خیلی چیزا، ولی همه اینا اینطوری اینجا میاد، اینجا میره بیرون، و در آخر من یه تایم رو باید خودم با خودم بشینم و خودم رو قانع کنم سر یه چیزی. فقط اینجوریه که میتونم موو آن کنم از اون قضیه. تسلیای همه بیفایده است. درسته خوشحالم میکنه درونن، مثلا اینجوری هم که اوکی پیش من حمایت میکنن ازم، مراقبم من فلان اینا، ولی در آخر همه چی بیست. بچه من آدمیم که خیلی زود عصبی میشم. thanks dad که عصبانیتشو ازش، عصبی بودنشو ازش به ارث بردم، ولی من آدمیم که خیلی زود عصبی میشم و این بعضی وقتا مثلا اینطوری هم که خیلی لحظه‌ای عصبی میشم، یه چیزی میگم
میپره کلا دهنم که بنگ بنگ، بعدش آروم گیرم میشم سرشم. ولی اینو باید کمترش کنم و اصلا نسبت به کسایی که واقعا دوستشون دارن چون که گفتم همه میتونم برن اینا مثلا اگه هم میتونم بگن بسه دیگه تا که میخوام این رفتار رو تحمل کنم و حالا به خاطر اینم نه خب زشته بالاخره میدونی یه جا قلبی که دوست داری میشکنی ناراحت میشه، نمیخوام ناراحتشون کنم. 21 من اینو فهمیدم که میتونیم تغییر کنیم، یعنی تغییر کردن عادی ترین چیزیه که تو زندگی یک انسان اتفاق میفته، اصلا چیزی که باید اتفاق بیفته، تو باید تغییر کنی. چرا؟ چون همه این اتفاقایی که میفتن تو زندگی کوچیک و بزرگ واسه تغییر کردن تو هستن. درسایی که ازشون میگیری، تجربه‌ای که کسب می‌کنی، همه اینا باعث میشن تغییر کنی. افکارت، زاویه دیدت، نگاهت، همه چی میتونه تغییر کنه و این خیلی عادیه. تو باید باش کنار بیای. ممکنه من دیروز یه چیزی گفته باشم و یه اتفاقی بعدش افتاده باشه و امروز نظرم کاملا مخالف، متفاوته اون چیزی باشه که قبلا گفتم. این خیلی عادیه چون که بزرگ میشیم نه عوض میشیم. 22 بچه‌ها یادگیری واسه من بیشتر وقتی اتفاق میفته که با آدم ها ارتباط میگیرم، یعنی تو اون ارتباطات و بحث و شیر کردنه که خیلی چیزا رو یاد میگیرم واقعا. یعنی مثلا یه چیز تجربی باید بشه، یه چیز مثلا بحث کنی سری یه چیزی، تو بگی تو من بگم، اینطوری خیلی زودتر یاد میگیرم. 3 هر کاری که خوشحالم کنه رو انجام میدم، یعنی هر کاری که حس خوبی به من بده انجام میدم. یعنی یه کاری رو واسه این که زشته یا فلان اینطور میگه یا یکی ناراحت میشه یا یکی واسه این دیگه هیچ کاری نمیکنم واقعا. یعنی هیچ کسی نمیتونه منو مجبور کاری کنه که دوستش نداره به جا مامان استثناء و مثلا اینطوری باشم که فلان مهمونی سش ناراحت میشه فلانی یا به خاطر فلانی فلان کار کنم، تموم شدن اینا واقعا بر من. فقط چیزایی که خوشحالم میکنن، حس خوب میدن، آرامش میدن، یعنی حال خوبم رو به هر چیزی ترجیح میدم، یعنی اولویتم اینه کلا دیگه. 24 این معنوی ترین و بزرگترین چیزی که یاد گرفتم و بهش رسیدم تو این سنم و اینه که آرزوهایی که داشتم در واقع آرزوم نبودن و اینو وقتی فهمیدم که بهشون رسیدم، یعنی وقتی به آرزوهام رسیدم فهمیدم که آرزوم نبودن در واقع. یعنی یه چیزی درونم گشنه و نیازمند اون چیزا بود و اونا رو میخواست و اینکه بعد اینکه رسیدم بهشون تموم شد. مثل این وقتی یه گوشنه غذا می‌خوری تموم شه، میدونی چی میگم؟ الان آرزوام خیلی فرق میکنن. میخواستم بگم ولی الان آرزویی ندارم، میشه گفت هیچ آرزویی ندارم. مثلا هیچی آرزو نیست برام. ازدواج کنم، بچه دارشم، فلان شم، زندگی و افکورس که همه اینا رو دوست دارن و میخوان و اینا یه لولی از زندگی، ولی آرزو نیستن، رویا نیستن دیگه برام. ندارم اینا رو هیچ کدومو. باید بگردم دنبال رویاها و آرزوهای جدید. و آخرین چیز که اینم اشانتیون باشه اینه که وقتی که ناراحتم و فکرم رو یه چیزی درگیر کرده و مشغول کرده، اینطوریم که دوست دارم بشینم خونه، دوست دارم هیچ کاری نکنم، عملا هیچ کاری. ایل دولچه فرنیته شیرینیه هیچ کاری نکردم. حالا مطمئن نیستم تلفظش رو درست گفتم یا نه، همین شکلی یادمه، ولی خب دلم میخواد یه تنی هیچ کاری نکنم، هیچ کاری. و
من دوست ندارم وقتی که ناراحتم این من خوشحال نمیکنه که برم بیرون، برم کافه با دوستان باشم، برم فلان. تو خونه، تو آرامش، مثلا خیلی آروم بشینم فکر کنم مثلا اون پروسش طی بشه و مشکلم حل بشه. اون فکر که دارم چیزی اذیتم میکنه. ویدیوی ما همینقدر بود. به آخر ویدیو رسیدیم و امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم خیلی. تا ویدیوی بعدی. بای بای.